آخوند قزوینی و قیچی کردن سخنان حافظ ابن حجر در مورد عبدالله ابن عبدالقدوس. بینندگان گرامی، ببینید که این آخوند دروغگو که همیشه ادعا می کند متخصص علم رجال می باشد و یکی از دو علامه رجال حوزه علمیه قم می باشد، چگونه سخنان امام ابن حجر را تحریف می کند. ولی در رابطه با عبدالله ابن عبدالقدوس ابن حجر میگه صدوقون، آدم صادقه. از محمد ابن عیسی میگه ثقتون، ولی با اینکه رافضی هست. اکنون بیایید قول حافظ ابن حجر در تهذیب و تهذیب پیرامون این راوی را ببینیم. حافظ ابن حجر رحمه الله می‌فرمایند: عبدالله ابن عبدالقدوس التميمي السعدي أبو محمد، ويقال أبو سعيد، ويقال أبو صالح، روى عن الأعمش وعبد الملك بن عمير وليث بن أبي سليم وغيرهم، وعنه عباد بن يعقوب ومحمد بن حميد الرازي ومحمد بن عيسى بن الطباع وعبادة بن زياد الأسدي والوليد بن صالح النخاس وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس بشيء، رافضي خبيث. وقال أحمد بن علي الأبار: سألت زنيجا عنه فقال: تركته لما كتب عنه شيئا ولم يرده. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الله بن عبد القدوس وكان خشبيا. وقال محمد بن مهران الحمال: لم يكن بشيء، كان يسخر منه، يشبه المجنون حتى يصيح الصبيان في أثره. وحكي عن محمد بن عيسى أنه قال: هو ثقة. وقال البخاري: هو في الأصل صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء. وقال أبو داود: ضعيف الحديث، كان يرمى بالرفض. قال: وبلغني عن يحيى أنه قال: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. عبدالله ابن عبدالقدوس تمیمی سعدی ابو محمد و گفته شده ابو سعید و گفته شده ابو صالح از اعمش و عبدالملک ابن عمیر و لیث ابن ابی سلیم و غیره روایت کرده و عباد ابن یعقوب و محمد ابن حمید الرازی و محمد ابن عیسی ابن الطباع و عبادت ابن زیاد الاسدی و ولید ابن صالح النخاس و غیره از ایشان حدیث روایت کردند. عبدالله ابن احمد میگوید: از ابن معین در مورد ایشان پرسیدم، فرمودند: چیزی نیست، رافضی پلیدی است. و احمد ابن علی الآبار میگوید: از زنیج درباره او پرسیدم، گفت: او را ترک کردم وقتی در موردش چیزهایی نوشتند و خودش نپسندید. و ابو معمر میگوید: عبدالله ابن عبدالقدوس برای ما حدیث گفت و بر مذهب خشبیه بود. و محمد ابن مهران حمال میگوید: چیزی نبود، او مسخره میشد و شبیه دیوانگان بود تا جایی که کودکان پشت سرش میدویدند. و حکایت شده از محمد ابن عیسی که ایشان ثقه است و بخاری میگوید در اصل صدوق است، جز این که از ضعفا حدیث روایت میکند. و نسائی میفرماید ضعیف میباشد و مره میگوید ثقه نیست. بینندگان گرامی متوجه شدند که چگونه این آخوند دروغگو با عبارتهای ائمه بازی میکند. میگوید: عن محمد ابن عیسی انه قال هو ثقه. از محمد ابن عیسی نقل شده که در مورد ایشان گفتند ثقه میباشد، حال این که کلمه قبل از آن را حذف کردند و جمله صحیحش این است: حکی عن محمد ابن عیسی انه قال هو ثقه. یعنی حکایت شده از محمد ابن عیسی که چنین گفتند و کسی که اندکی آشنایی با زبان عربی داشته باشد میداند کلمه حکیه تعبیری است که صیغه تمریض نامیده می شود و نمیتوان بدان اعتماد کرد. همچنین میگوید:
حافظ ابن حجر در مورد ایشان گفته است صدوق رمی بالرفض و دنباله سخن حافظ ابن حجر را قیچی می کند و جمله کامل این است: عبدالله ابن عبدالقدوس التمیمی السعدی الكوفی صدوق رمی بالرفض و کان ایضا یخطئ من التاسعه. عبدالله ابن عبدالقدوس تمیمی صدوق است که متهم به رفض می باشد و همچنین در نقل احادیث اشتباه می کرد. پرسش ما این است: چرا جناب آقای قزوینی دنباله سخن حافظ ابن حجر را نقل نمی کند؟ چرا دیدگاه دیگر ایشان در کتاب تهذیب را ذکر نمی کند که در آن اقوال علما را به صورت مفصل در مورد این شخص بیان نموده است؟